کابل، شهری که تاریخ را نفس می‌کشد، شهری که روح افغانستان را در خود جای داده است. به عنوان پایتخت و بزرگترین کلان شهر کشور، کابل با نیروی زندگی که از جمعیت پر جنب و جوشان سرچشمه می‌گیرد، می‌تپد. شهری پر از تضاد، جایی که کوههای پوشیده از برف، سایه‌های بلندی بر بازارهای باستانی پر از زندگی می‌اندازند. کابل در میان دره‌های کوههای هندوکش در امتداد سواحل رودخانه کابل قرار دارد. این موقعیت استراتژیک در 4 راه مسیرهای تجاری باستانی سرنوشت کابل را برای هزاره‌ها شکل داده است. کوه‌ها با قلعه‌های پوشیده از برف مانند نگهبانان خاموش ایستادند و شاهد جزر و مد امپراتوری‌ها هستند. رودخانه کابل، شاهرگ حیاتی شهر، از قلب آن می‌گذرد و آسمان لاجوردی را در آبهای آرام خود منعکس می‌کند. شهری است که توسط طبیعت ساخته شده و توسط تاریخ حک شده است. جایی که هر سنگ داستان‌هایی از گذشته را زمزمه می‌کند. کابل، شهری به قدمت خود زمان، شاهد ظهور و سقوط امپراتوری‌ها بوده است. تاریخ آن که بیش از 3500 سال قدمت دارد، فرشی است که با تار و پود فهم، مقاومت و آمیختگی فرهنگی بافته شده است. از امپراتوری قدرتمند هخامنشی تا تیموریان، کابل جایزه‌ای ارزشمند برای حاکمان در طول اعصار بوده است. بابر، بنیانگذار امپراتوری مغول، اهمیت استراتژیک کابل را تشخیص داد و آن را در قرن 16 هم به عنوان پایتخت خود اعلام کرد. کابل تحت حکومت مغول به عنوان مرکز هنر، فرهنگ و دانش شکوفا شد. باغ‌ها، مساجد و کاخ‌ها پدیدار شدند که هر کدام گواهی بر عظمت شهر بودند. پزواک این گذشته باشکوه حتی امروز در بناهای تاریخی کابل طنین انداز است. باغ بابر، واحه‌ای از آرامش در میان شلوغی شهر، گواهی بر عشق مغولان به طبیعت است. بالاحصار، قلعه‌ای باشکوه مشرف به شهر، به اهمیت استراتژیک کابل اشاره دارد. این مکانهای تاریخی که در گذر زمان فرسوده شده‌اند، اما روحیه‌شان از بین نرفته است، به عنوان یادآورهای افتخارآمیز میراث ماندگار کابل ایستاده‌اند. آنها صرفاً آثار باستانی گذشته نیستند، بلکه گواه زنده روح شهری هستند که طوفان‌های بیشماری را پشت سر گذاشته است. کابل دیگ زوب فرهنگ‌ها، فرشی پر جنب و جوش است که از تار و پود اقوام مختلف بافته شده است. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و گروه‌های قومی متعدد دیگر در این چشم انداز شهری در کنار هم زندگی می‌کنند و هر کدام به شخصیت منحصر به فرد شهر کمک می‌کنند. این تنوع قومی غنی در هر جنبه‌ای از زندگی کابل، از بازارهای پر جنب و جوشان گرفته تا جشنواره‌های پرشور آن، منعکس می‌شود. خیابان‌های کابل ضیافتی حسی، هزار تویی از مناظر، صداها و عطرها هستند. هوا با انرژی تجارت وزوز می‌کند، زیرا فروشندگان کالاهای خود را در بازارهای شلوغ عرضه می‌کنند. عطر ادویه‌ها، کباب‌هایی که روی آتش کباب می‌شوند و نان تازه پخته شده، فضا را پر می‌کند و حواس را قلقلک می‌دهد. کابل فراتر از سرزندگی اقتصادی خود، مرکز یادگیری و فرهنگ نیز هست. دانشگاه کابل که در سال 1311 تأسیس شد، به عنوان نمادی از امید و پیشرفت ایستاده است. تئاترهایی مانند تئاتر ملی افغانستان، سنت‌های هنری غنی کشور را به نمایش می‌گذارند. در قلب کابل، سنت و مدرنیته در کنار هم وجود دارند. گاهی اوقات با هم در تضاد هستند، گاهی اوقات به طور یک پارچه در هم می‌آمیزند. شهری است که می‌توان صنایع دستی باستانی را در کنار فناوری مدرن یافت، گواهی بر انعطاف پذیری و سازگاری مردمش. کابل، مانند ققنوس افسانه‌ای، بارها و بارها از خاکستر جنگ برخاسته است. با این حال، این شهر همچنان با چالش‌های دشواری دست و پنجه نرم می‌کند. دهه‌ها درگیری آثار خود را بر جای گذاشته است و زخم‌های جنگ در ساختمان‌های گلوله‌باران شده و مبارزات مردم مقاوم آن مشهود است. امنیت همچنان یک نگرانی اساسی است،
و سایه بلندی بر پیشرفت شهر می‌اندازد. اقتصاد که سالها بی‌ثباتی آن را در هم کوبیده است، برای تأمین نیازهای شهروندان خود تلاش می‌کند. بیکاری بیداد می‌کند و فقر ابر تیره‌ای بر زندگی بسیاری می‌اندازد. با وجود این چالش‌ها، روحیه کابل همچنان پابرجاست. مردم کابل که به خاطر انعطاف پذیری و خونگرمی خود شناخته می‌شوند، به امید چسبیده‌اند. آنها زندگی خود را آجر به آجر بازسازی می‌کنند و رویای آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان خود را در سر می‌پرورانند. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی خستگی ناپذیر برای کاهش رنج و بازسازی زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند. مدارس و بیمارستان‌ها در حال بازسازی هستند و خدمات ضروری را به مردم ارائه می‌دهند. راه بهبودی طولانی و دشوار است، اما مردم کابل با شجاعت و عزم راسخ در آن گام برداشتند.